جشن نوروز از عنعنه و سنت‌ها بوی بوده دستگیری از قشر نیازمند جامعه شخصان امکانیتشون محدود یکی از آیین‌های نیکی این جشن بوستانی محسوب می‌یابد. در روزهای تجلیل از جشن نیوگون نوروزی عجم 56 نفر کودکان و نورسان امکانیتشون محدود که در مؤسسه تعلیمی رقم 2 ناحیه وخش به تحصیل فرا گرفته شدند مورد غمخوری نوبتی قرار گرفتند. برای این اطفال که نیازی بیشتر به مهربانی و دستگیری دارند از جانب کمیته اتفاق کسبه کارمندان ساحه معارف و کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه وخش خانه نوروزی آراسته گردید. ضمن این چاره‌بینی اشتراکداران اطراف نوروز و فضیلت‌های نیک و عنعنه و آیین‌های این جشن نیاگان سخنرانی نمودند. گفته شد که در جامعه صاحب استقلال ما تاجیکستان همیشه این قشر نیازمند جامعه زیر توجه و غمخوری قرار دارند و یکی از فضیلت‌های نیک انسانی و آیین نوروزی نیز دستگیری و کمک از مردم احتیاجمند دانسته می شود. نوروز که سراپا جشن صرف ملی و از عنعنه و سنت‌ها بوی دارد، جشن پاکیزگی و فروتنی است که با خصوصیت‌های خاص خود میان جامعه محبوبیت زیاد دارد. اقدام سامانداده مسئولین بخش معارف و حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه وخش از جمله تدبیرهایی است که در پرتو تشبس‌های انسان دوستانه رهبری حکومت کشور به خصوص پیشوای ملت محترم امام علی رحمان سامان داده شده، من بعد نیز پیگیری می‌گردد.